سلام و درود به همه مخاطبین عزیز کانال تکنولوژی با امیر. خوش برگشتید بچه ها. بعد از مدت ها اومدم و یک ویدیوی آموزشی براتون آماده کردم. حیف بود که این آموزش ها رو براتون نذارم و از این به بعد قراره در خدمت شما عزیزان باشم با کسب درآمد از هوش مصنوعی، آموزش هوش مصنوعی، ایده های یوتیوب و کسب درآمد از یوتیوب در خدمت شما هستم. اما فقط ازتون یه چیز میخوام، اگه اولین بار هست که ویدیو رو میبینید چنل رو سابسکرایب کنید و اگر از مخاطبای قدیمی هستید دوباره ازتون حمایت میخوام که بتونیم به روزهای اوجمون برگردیم و یوتیوب رو با همدیگه بهتر کنیم و آموزش ها رو ببینیم، با این تفاوت که قرار آموزش های کسب درآمد و یوتیوب رو هم براتون قرار بدم. همونطور که از تامنیل دیدین سریع میریم سر اصل مطلب. اشتراک 1 ساله چت جی پی تی رو قراره آموزشش رو بهتون بدم که بریم این اشتراک ارزنده رو بگیریم. یعنی دقیقاً بعد از اینکه آموزش رو دیدید سریعتر برید و اشتراک رو بگیرید که امکان داره هر لحظه دیگه این اشتراک وجود نداشته باشه. اشتراک هم اشتراک 1 ساله اساتید هست، یعنی شما باید با ایمیل اساتید داخل چت جی پی تی ثبت نام بکنید، دقیقاً مثل جمینای که اشتراک 1 ساله دانشجویی گذاشته بود. حالا میخوایم بریم و چت جی پی تی به عنوان کریسمس و سال جدید 2026 این اشتراک رو در خدمت اساتید گرامی قرار داده و تا ادامه ویدیو با من همراه باشید. ویدیو رو لایک کنید، گزینه زنگوله رو فعال کنید تا بتونید آموزش های بعدی من رو هم ببینید. بریم سراغ آموزش. بچه ها، اولین قدم استفاده از یک سرور مناسب و آی پی ثابت هست که اگه سرور مناسب ندارید من کانال تلگرامی رو براتون میذارم توی کامنت ها، بیایید توی کانال، اونجا بهتون آموزش های خیلی خفنی رو در این باره بهتون خواهم داد. خب به یک سرور متصل میشیم و من از طریق سیستم دارم این اشتراک رو میگیرم. بهتره از طریق سیستم بگیرید و اگه میخواید از طریق گوشی بگیرید به نظر من برنامه چت جی پی تی رو فعلا غیر فعال کنید و از مرورگری استفاده کنید که قابلیت دسکتاپ داشته باشه. حالا کروم، فایرفاکس و این مرورگر رو شما میتونید استفاده کنید. خب من وارد مرورگر خودم میشم و صفحه چت جی پی تی رو باز میکنم. وارد صفحه لاگین چت جی پی تی میشیم. همونطور که میدونید و گفتم اول ویدیو، این اشتراکی که قرار بگیریم 1 ساله هست و مربوط به ایمیل اساتید هست، یعنی قابلیتیه که برای دانشجویان و اساتید اومده و خیلی هم اشتراک ارزنده‌ایه. همونطور که میبینید من توی صفحه اصلی چت جی پی تی هستم و باید وارد قسمت لاگین بشم و توی قسمت لاگین اینجا قسمت آخر که دارم مشخص میکنم براتون قسمت ایمیل آدرس هست. ایمیلی که باید وارد بکنید باید ایمیل اساتید باشه. حالا من میخوام بهتون یه سایت بدم، این سایت رو توی کامنت ها هم براتون پین میکنم که شما بتونید یک ایمیل موقت اساتید بگیرید. خب چیکار میکنیم؟ یه صفحه دیگه باز میکنم و آدرس رو اینجا وارد میکنم و میام توی این قسمت. وقتی وارد این صفحه شدیم همونطور که میبینید کلادفلر تمپ ایمیل های موقت بهتون میده. قسمت وسطی یعنی create new email رو میزنیم و وارد این قسمت میشیم. اینجا یه لحظه توقف کنید بچه ها. اگه زبان این سایت براتون چینی، ژاپنی، هر چی بود که نمیتونستید بخونیدش، بیاید و این گزینه بالا رو بزنید. این گزینه بالا رو بزنید و زبانتون رو انگلیسی کنید. ببینید الان زبان من انگلیسی بود، ولی اگه صفحه شما این شکلی بود و نمیتونستید بخونیدش، بیاید بالا این گزینه رو بزنید و خودش انگلیسی میشه و راحت‌تر میتونید شما توی سایت دسترسی داشته باشید. خب الان قسمت ساخت ایمیل هست. من اینجا ببینید یه آدرس دارم، اینجا قسمتیه که آدرس ایمیلم رو میزنم. اینجا هم هست دامنه ایمیلم، یعنی پسوند ایمیلم چی باشه. شما باید بیاید توی این قسمت و بازش کنید. ببینید 5 تا دامنه داره. شما میتونید این دامنه رو که آخرش .me هست رو استفاده کنید. خب من این .me رو میذارم، حتما هم همین رو استفاده کنید چون این از همش بهتره و روی این دامنه میشه اشتراک رو گرفت. و این بالا گزینه generate fake name رو بزنید تا به صورت رندوم خودش یه دونه
اسم ایمیل براتون انتخاب کنه، آیدی ایمیل رو براتون انتخاب کنه. اگر هم خواستید دلخواه باشه که میتونید تایپش کنید، ولی برای این که سرعت کار بره بالا من اینجا به صورت رندوم میزنم تا خودش یک آیدی برای من انتخاب کنه. خب ببینید این آیدی رو برای من انتخاب کرد و من اینجا گزینه جنریت رو میزنم یا کریت رو میزنم و اجازه میدم که بعد از چند ثانیه ایمیل من ساخته بشه. شما وارد این سایت میشید و ایمیل مد نظر خودتون رو باید اینجا بسازید. با ایمیل خودتون نمیتونید اشتراک رو بگیرید. خب الان ایمیل من ساخته شده و از این قسمت میتونم آدرس خودم رو کپی کنم. این صفحه کلادفلر تمپ ایمیل رو اصلا نبندید بچه‌ها. اینجا ایمیل باکس این ایمیلتونه و تمام وریفای ها و پیام ها میاد اینجا. گزینه کپی رو میزنم، کپی شد و میام توی صفحه لاگین چت جی پی تی، گزینه ایمیل و پیست رو میزنم و کانتینیو رو میزنم. اجازه میدم که وارد صفحه بعدی بشه. خب اینجا ازم وریفای میخواد. بعد از اینکه وریفای انجام شد اینجا شما میتونید یه پسورد بزنید. پسوردتون باید شامل حروف بزرگ، مثلا من میزنم امیر، باید از 12 تا کاراکتر بیشتر باشه و ببینید 12 تا کاراکتر رو حداقل باید داشته باشه. حروف بزرگ، حروف کوچیک، نمادها و همچنین اعداد باید داخلش باشه. بعد اینکه این کار کردید و این گزینه فعال شد، گزینه کانتینیو رو میزنید تا ایمیل شما تایید بشه. حالا ازتون یه دونه کد میخواد. اونجایی که بهتون گفتم صفحه رو نبندید اینجاست. دوباره برمیگردید به ایمیل باکستون و گزینه رفرش رو میزنید تا ایمیل وریفای از سمت چت جی پی تی اینجا به ایمیلتون ارسال بشه. اجازه میدیم که بیاد و میبینید که این پیغامی هست که حاوی کد وریفای منه. کپی میکنم و میام اینجا توی قسمت کد پیستش میکنم و گزینه کانتینیو رو میزنم. وارد صفحه بعدی شدیم. اینجا میتونید یه اسم برای خودتون انتخاب کنید. اینجا هم که میتونید سال و ماه تولدتون رو وارد کنید و گزینه کانتینیو رو بزنید. مهم نیست، هرچی دوست داشتید اسمتون رو میتونید وارد کنید. خب بچه وارد اشتراکمون شدیم. اشتراک 1 ساله چت جی پی تی با تمام قابلیتاش. ببینید قابلیت پرو هست و هر استفاده‌ای که بخواید بکنید میتونید ازش داشته باشید. مثلا چت جی پی تی 5 آخرین مدل رو میتونید استفاده کنید و همچنین ساخت تصویر، ببینید دیزاین و هر چیزی که خواسته باشید. پروژه هاتون رو میتونید اینجا داشته باشید، اپ ها، ایمیج و سرچ رو میتونید نیو چت هم بهش بدید. و نکته مهم اینه که بچه ها شما حالا ایمیل و پسوردی که روی دسکتاپتون دادید رو میتونید روی گوشی هم انتقال بدید. حالا برید ایمیل و پسورد رو روی گوشی بزنید و روی اپ گوشی هم این نرم افزار رو و اشتراک رو داشته باشید. و این هم مدل ها که میتونید هر مدلی از چت جی پی تی رو خواستید انتخاب کنید و باهاش استفاده کنید از این اشتراک. خب دوستان امیدوارم که تا اینجای ویدیو خوشتون اومده باشه. تمام توضیحات لازم و وبسایت ها رو براتون توی کامنت ها میذارم. چنل تلگرامی من رو دنبال کنید و چنل رو سابسکرایب بزنید. گزینه زنگوله رو فعال کنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون باشه.